عقل و دل هیچ وقت در یک خانه نبودن و همیشه خلاف همدیگر عمل میکنن. بیایید باره هم باشد این دو رو به سازش آوریم، با عقل زندگی کنیم و با دل خوش باشیم. حرف خوش و رفتار خوش و کردار خوش و گفتار خوش رو از همدیگر دریغ نکنیم. برای همدیگر دروغ نگوییم، قلب ها رو نشکنیم، قلب ها رو زخمی نکنیم و خاطر رو هم از کدورت و رنجش ها پاک سازیم. و از همه مهمش محبت رو فراموش نکنیم، زیرا محبت یگانه امید دلکشالی ما برای زندگی است. بله احسان، بزرگ نیز میگوید محبت نه فقط خطر مرگ رو از انسان ها دور می سازد، بلکه اندیشه آن رو نیز از بین می برد. و در جای دیگر نیز خواندم که محبت یگانه راهی ورود آمدن به دل انسان است. بیننده های عزیز، اینجاست انجام برنامه شمیم صبح. با امید خوش بودن و با محبت زندگی کردن و خوشبخت بودن شما میرسیم به انتهای برنامه. خودتون احتیاط کنید. خیر.